فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری عبدالغفور کاروان از ایران پرسیدن که آیا نماز جمعه در روزهایی که امکانات مانند پاسگاه، بخشدار و نانوایی نداشته باشد قبول می شود یا نه؟ ممنون از برنامه خوبت. این مسئله هم یکی از مسائل در واقع جنجال برانگیز شده، اما اون چیزی که واقعا از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما سراغ داریم و از احادیث و روش و سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بدون این که در جایی اصلا این نمیدونم که این وجود پاسگاه و نمیدونم بخشداری و فرمانداری و این شرایط از کجا اضافه شده. در هیچ یکی از کتاب‌های شرعی ما چون این چیزی یعنی تعریف نشده که حتما باید پاسگاهی وجود داشته باشه، نمیدونم دادگاهی وجود داشته باشه و بخشدار و فرمانداری وجود داشته باشه تا اینکه این شرایط جواز به اصطلاح صحت برای نماز جمعه باشند. فقط یک تفاوتی که در اینجا هست و در مذهب احناف، فقهای احناف اونو مطرح میکنند و آمده این است که نماز جمعه در مصر باید خونده بشه، در مصر خوانده باشه و این تعبیراتی که در این به اصطلاح پیام اومده اینا معمولا این تعریف مصر اینو قرار میدن که شهر اون جایی هست که نمیدونم نانوایی داشته باشه، نمیدونم پاسگاه داشته باشه. مصر کشور مصر نیست. نه کشور مصر نیست، یعنی چیزی که شهریت داشته باشه. اما وقتی ما برمیگردیم به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون زمانی که به قبا رسیدن در اونجا نماز جمعه رو برقرار کردند، یا اولین جایی که در اسلام بعد از مدینه نماز جمعه برقرار شد جواسا بود، در یک روستایی در بحرین اونگونه که اومده و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم در زمان خودش وقتی که ازشون استفتاء کردند که نماز بخونیم کجا نماز جمعه بخونیم، گفت هر جا که بوده شما در اونجا نماز به اصطلاح جمعه رو اقامه به هیچ اشکالی نداره. بنابر این دلایل شرعی و بنابر به اصطلاح دستور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم، در هر جایی که انسان سکونت داره، این یک امر متفق علیه هست که در جایی که انسان سکونت داره یعنی محل سکونت هست و آبادی هست، مردم در اونجا خانوارهای متعددی زندگی میکنن، در اونجا میشود نماز جمعه را خوند. اما اگر کسانی در سفر هستند یا در مثلا چادرنشین هستند که امکان داره یک ماه اینجا باشند چند روز جای دیگه باشند، در اونجا به اتفاق جایز نیست که کسی در اونجا نماز جمعه بخوند. اما در شهری که مردم سکونت دارند، در سال 12 ماه اونجا ساکن هستند، در اونجا میشوند نماز جمعه خواند، ولو اینکه پاسگاه نباشه، ولو اینکه دهداری یا بخشداری نباشه، اینا لازم یا شرایطش نیست. فقط در مذهب احناف یک امری اومده که اذن امام باشه از جانب امام، همین که در یک جایی از نظر امام، یعنی منظور از امام حاکم هست، خب اون کسی که در شهر شما پیش نماز شما هست این به اذن حاکم هست، حاکم اسلامی، ولو اینکه در مثلا ایران هم اگر تصور بکنیم اینو، و اینکه شما یک مسجدی رو دارید، یک امامی دارید که مسائل شرعی رو به اون میروید، اگر به اصطلاح دوچار یک مشکل شرعی بشید که در بلوچستان میگن شریعت میکنیم اینو، این حکم شرعی همون حکمی را که دادگاه در یک شهرستان بزرگ انجام میده، همون مسئله رو شما میروید پیش همین عالم خودتون که نماینده در واقع امام. لازم نیست که حتما یک نامه از طرف خامنه‌ای بنویسند که آقا فلانی نماینده من هست در فلان جا. همین که این فرد رو شما انتخاب کردید به عنوان امام جماعت خودتون و همه هم میدونند که این امام جماعت شما هست، هیچ اشکالی نداره، این امام شرعی شما هست و میتونه برای شما نماز جمعه و جماعت را اقامه بکنه و هیچ اشکال شرعی در این زمینه وجودی نداره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.